pronom relatif simple که، کی، او، دون. توی این ویدیو میخوایم راجع به ضمایر موصولی ترکیبی حرف بزنیم. pronom relatif composé. چرا بهش میگیم ترکیبی؟ برای اینکه کنارش یه حرف اضافه اومده که باهاش ترکیب شده. برای اینکه این موضوع رو خیلی خوب متوجه بشیم باید این 4 تا عنصر رو بلد باشیم. lequel، laquelle، lesquels، lesquels. lequel از ظاهرش مشخصه. ل داره. چون اسم نداره پس مفرده. مفرد مذکر. laquelle مفرد مؤنث. lesquels اس داره. جمعه. یه دونه ال داره پس مذکره. میشه مذکر جمع. lesquels 2 تا ال داره. اسم داره پس میشه مؤنث جمع. حالا اینا برای چی استفاده میشه؟ توی جمله مشخص میشه. گفتیم ضمایر موصولی برای این استفاده میشن که ما 2 تا جمله رو بتونیم با هم ترکیب بکنیم و از تکرار یک کلمه خودداری کنیم. C'est le crayon. J'écris avec ce crayon. این مداده. من با این مداد می نویسم. حالا میخوام بگم این مدادیه که من باهاش می نویسم. میخوام کلمه مداد دومی رو حذف بکنم. ولی حرف اضافه avec دارم. چی باید بگم؟ C'est le crayon avec lequel j'écris. lequel برمیگرده به کلمه crayon. چون مفرد مذکره پس از lequel استفاده میکنم. حرف اضافه avec هم سر جای خودش میمونه. C'est le crayon avec lequel j'écris. این مدادیه که من باهاش مینویسم. حالا با یه حرف اضافه دیگه مثال میزنم. C'est le monument. Il se dirige vers ce monument. این بنای تاریخی. اونها به سمت این بنا حرکت میکنن. حالا میخوام بگم این بناییه که اونها به سمتش حرکت میکنن. میخوام این کلمه بنای دومی رو بردارم و جاش ضمیر بذارم. ولی چون حرف اضافه vers دارم نمیتونم حذفش کنم. پس چی میگم؟ میگم c'est le monument vers lequel il se dirige. چرا از lequel استفاده کردم؟ چون کلمه monument مفرد مذکره و حرف اضافه vers قبلش قرار میگیره. C'est le monument vers lequel il se dirige. این بناییه که اونها به سمتش حرکت میکنن. مثال بعدی. Les branches sont solides. Je suis monté sur ces branches. شاخه ها محکمن. من روی این شاخه ها رفتم یا از این شاخه ها بالا رفتم. حالا میخوام بگم شاخه هایی که من ازشون بالا رفتم محکم هستند. 2 تا جمله رو ترکیب میکنم. فقط هم یه بار از کلمه شاخه ها استفاده میکنم. Les branches sur lesquelles je suis monté sont solides. چرا lesquelles استفاده کردم؟ چون کلمه برانش جمع مؤنثه. حرف اضافه sur رو قبلش گذاشتم و کلمه برانش هم فقط 1 بار تکرار شده. دیگه بار دوم نیاوردمش و به جاش ضمیر گذاشتم. lesquelles. La table est marron. Je me suis caché sous la table. میز قهوه‌ایه. من زیر میز قایم شدم. فعلم بوده سکشه که حالا اینجا صرفش کردم. حالا میخوام بگم میزی که من زیرش قایم شدم قهوه‌ایه. یه بار میخوام از حرف تبل استفاده کنم. La table sous laquelle je me suis caché est marron. چرا لکل گذاشتم؟ چون کلمه لتبل مؤنث مفرده. دوباره حرف اضافه سو قبلش قرار گرفته. اینجوری دیگه یه بار فقط از کلمه تبل استفاده میکنم و 2 تا جمله رو با هم ترکیب میکنم. La table sous laquelle je me suis caché est marron. حالا بعضی وقتا قبل از این 4 تا کلمه ممکنه حرف اضافه ا بیاد. اون وقت یه ذره ظاهرشون عوض میشه. ا به اضافه لوکل تبدیل میشه به اوکل. ا به اضافه لکل همون الکل میمونه. ا به اضافه لکل میشه اوکل، ولی حواستون باشه یه دونه ال داره چون مذکره.
ا به اضافه لکل میشه اوکل. 2 تا ال داره چون مؤنثه. C'est le livre. Je pense à ce livre. این کتابه. من به این کتاب فکر میکنم. میدونم فعل پانسه حرف اضافه داره. حرف اضافهش هم هست ا. حالا میخوام بگم این کتابیه که من بهش فکر میکنم. جای کتاب دوم میخوام ضمیر بذارم. ولی حرف اضافه ا دارم. اینجا میگم C'est le livre auquel je pense. این کتابیه که من بهش فکر میکنم. ترکیب حرف اضافه ا به اضافه لوکل که میشه اوکل. Ce sont les lettres. J'ai répondu à ces lettres. اینا نامه ها. من به این نامه ها جواب دادم. میخوام بگم اینا نامه هایی هستن که من بهشون جواب دادم. حرف اضافه ا دارم. Ce sont les lettres auxquelles j'ai répondu. auquel ترکیبی از ا به اضافه لکل. به جای اینکه 2 بار از کلمه لتر استفاده بکنم بار دوم ضمیرش رو میذارم لکل که چون قبلش حرف اضافه ا داشته تبدیل شده به اوکل. حالا تا الان توی مثالا بعد از حرف اضافه ا یک شی بوده یا یه موجود بیجان بوده. حالا یه مثالم با موجود زنده میزنیم. C'est une femme. Je pense à cette femme. این یک زنه. من به این زن فکر میکنم. میخوام بگم این یک زنه که من بهش فکر میکنم. C'est la femme à laquelle je pense. یعنی قاعده عوض نشده. لکل برمیگرده به فم که مفرد مؤنثه و ا وقتی قبلش قرار میگیره تغییری نمیکنه میشه الکل. ولی اینجا نکتهش اینه که وقتی موجود زنده دارم حرف میزنم و میخوام جاش ضمیر بذارم بهتره که بگم به جای اینکه بگم الکل بگم اکی. یعنی فقط کافیه که جاش کی بذارم. چه مذکر باشه چه مؤنث چه جمع باشه چه مفرد. پس هر دو فرم درسته ولی اکی بهتره. Ce sont les enfants. Je parle à ces enfants. اینا بچه ها. من با این بچه ها حرف میزنم. parler à quelqu'un. حرف اضافه ا دارم. حالا میخوام بگم اینا بچه هایی هستن که من باهاشون حرف میزنم. Ce sont les enfants auxquels je parle. ا به اضافه لکل تبدیل شده به اوکل. حالا جاش چون les enfants موجود زنده است میتونم بگم اکی. Ce sont les enfants à qui je parle. هر دوتاش درسته. اکی بهتره. میرسیم به حرف اضافه د. وقتی د قبل از این کلمه ها قرار بگیره بازم ممکنه یه ذره چهرهشون عوض بشه. د به اضافه لوکل میشه دوکل. د به اضافه لکل همون دو لکل میمونه. د به اضافه لکل میشه دکل. حواستون باشه یه دونه ال دارم چون مذکره. د به اضافه لکل میشه دکل. حواستون باشه 2 تا ال داره چون مؤنثه. La pharmacie n'est pas loin. Il y a une boulangerie à côté de la pharmacie. داروخونه دور نیست. کنار داروخونه یک نونواییه. حالا میخوام بگم داروخونه‌ای که کنارش یه نونواییه دور نیست. حرف اضافم هست اکوته دو. پس ببینید دو دارم. La pharmacie à côté de laquelle il y a une boulangerie n'est pas loin. لکل گذاشتم. چرا؟ چون داروخونه فارماسی مؤنث مفرده و چون قبلش دو اومده دو به اضافه لکل تغییر نمیکنه. À côté de laquelle. La pharmacie à côté de laquelle il y a une boulangerie n'est pas loin. داروخونه‌ای که کنارش یک نونواییه دور نیست. Ce sont les tiroirs. J'ai mis les vêtements à l'intérieur de ces tiroirs. اینا کشوان. من توی این کشوها یا در داخل این کشوها لباسها رو گذاشتم. حرف اضافه رو ببینید. à l'intérieur de. باز دو دارم. میخوام بگم
اینها کشوهایی هستند که من توشون لباسها رو گذاشتم. نمیخوام دوبار از tiroir استفاده کنم و میخوام دوتا جمله رو با هم ترکیب کنم. Ce sont les tiroirs à l'intérieur desquels j'ai mis les vêtements. به جای کلمه tiroir گذاشتم lesquels، ولی چون قبلش دو داشته تبدیل شده به desquels. À l'intérieur desquels. Ce sont les tiroirs à l'intérieur desquels j'ai mis les vêtements. C'est un sujet, nous discutons à propos de ce sujet. این یه موضوعه، ما درباره این موضوع بحث میکنیم. حالا میخوام بگم این یه سوژه‌ایه، یک موضوعیه که ما دربارش بحث میکنیم. نمیخوام بار دوم از کلمه سوژه استفاده کنم، میخوام جاش ضمیر بذارم و این دوتا جمله رو با هم ترکیب بکنم. C'est un sujet à propos duquel nous discutons régulièrement. چون دو داشتم بوده à propos de و رسیده به لوکل تبدیل شده به دوکل. حالا چرا لوکل گذاشتم؟ چون کلمه سوژه مذکر مفرد بوده. پس ضمیرش میشه لوکل که رسیده به دو تبدیل شده به دوکل. C'est un sujet à propos duquel nous discutons régulièrement. تا صبح میتونیم راجبش مثال بزنیم. چیزی که مهمه اینه که شما اصل گرامرش متوجه بشین. وقتی میخواین ضمایر موصولی ترکیبی بسازین و دو تا جمله رو با هم ترکیب بکنید و از تکرار یک کلمه‌ای خودداری بکنید، به این 4 تا احتیاج دارین. لوکل، لکل، لکل، لکل. حواستون به دیکتش باشه، به هم چسبیده. ل و کل رو جدا نذارید، به هم بچسبونید. ل و کل به هم چسبیده است. ل و کل به هم چسبیده است. حالا وقتی این 4 تا کلمه قبلش یه حرفای اضافه‌ای باشه مثل sur، entre، sous، فقط یه کلمه، اون وقت هیچ اتفاقی نمیفته. فقط این حرفای اضافه رو سر جاش میذارین و بعدش این ضمیرا رو استفاده میکنید. sur lequel، sur laquelle، sur lesquels، sur lesquels. یا مثلا ش لوکل، ش لکل. هیچ فرقی نمیکنه، فقط کنار هم قرار میگیرن. ولی وقتی این 4 تا کلمه به ا میرسه، یعنی قبلش حرف اضافه ا میاد، میشه اوکل، الکل، اوکل، اوکل که دیکته هاش خیلی مهمه. اگرم قبل از این 4 تا کلمه دو بیاد میشه دوکل، دولکل، دکل، دکل. اینا ضمایر موصولی ترکیبی هستن.